بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز سوم جوزای سال 1403 هجری شمسی ما به ولایت غور به مرکز ولایت پیروزکوه هستیم. دفتر مؤسسه خیریه احساس است و در اینجا ما قبلا با شما شریک ساخته بودیم که ما هر روز بر بیشتر از 1000 فرد سیلاب زده نان و غذا آماده میکنیم و این را باید توزیع میکنیم، به خانه هایشان میبریم. امروز هم ما نان داریم که از بیشتر از 1000 نان است، آب است، پاریش جوس است و این پروسه پاکینگ یا چرا ادامه داره. تیار ساختن غذا اینجا پیک بشه انشاءالله و ایرا توسط موتره به ساحه که سیلاب زده است اونجا میبریم و به مردم سیلاب زده ایرا توزیع میکنیم و این ضرورت عاجل مردم است. ضرورت عاجل مردم است که انشاءالله خیلی به اینا کمک میشه، بخاطر از اینکه این دوستا اکثرا در خانه های خود مصروف باشه، گل و لای و سنگ و چوب که به هم افتیده از او به اصطلاح ساحت را تصفیه میکنه، کار میکنه و برای ساختن خانه اثر نو آمادگی میگیره. و اینجا دیگ است، چندین 4 دیگ است تقریبا که برای برنج و گوشت به هم پخته میکنیم ما و این را باز انشاءالله به ساحت میبریم. روز دیگه یه آشپزخانه ادامه داره و به هر اندازه که حمایت مالی شما باشه انشاءالله این پروسه را ما ادامه میتیم. یک پیام دیگری بر شما میتیم و پیام بسیار مهم است و است که دوستای عزیز، این مردمی که خانهشان را سیل برده مکمل، اینا فعلا به خیمه ضرورت داره. خیمه کسی طالب برای ازا تبدیل نکرده. به پلوی عزیز ضرورت به است که ما خانه های از اینا را بسازیم. بین مؤسسات، تجاره، نهادهای خیری، هر کسی که قصد داره، تلاش داره یا اراده داره که برای مردم کمک کنه تا خانه از اینا ساخته شود، انشاءالله مؤسسه خیریه احساس برای شما این کار را انجام میده. مؤسسه خیریه احساس انشاءالله که در غور امی دفترش فعال می باشه برای تا وقتی که این فعالیت ادامه می داشته باشه و الحمدلله اینجا در غور ما دفتر فعال داریم، رضاکارای فعال داریم و تیم فعال داریم. دیگه به این حساب همراه ما باشین. شما در هر جا هستین، در داخل کشور هستین، در بیرون هستین، مؤسسات هستین، تجاره هستین، افغانهای خارجی، مقیم خارج، همه حمایت مالی تان را به احساس بپرسین. احساس برای سیلاب زده ها در غور، در بغلان، در تخار، در بدخشان، در بادغیس، در هر جایی که سیل برآمده باشه انشاءالله که کمک شما را به این مردم میرسانیم. جزاکم الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.